سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید. سهیل هستم از نوع کوچولوش. ادامه صحبت قبلیمون که راجع به موتور بود گفتیم که ادامه بدیم و امروز بیا تو. امروز راجع به دو تا چیز مهم صحبت کنیم تو موتور سواری: کفش موتور سواری با دستکش موتور سواری. حالا من کفش و دستکشمو جدا کردم. تیپ موتور من ریسه، حالا آلمانیش میشه سوپر اشپورتلا که تو پس زمینم دیدید، 100% هم باش آشنا میشید یا شاید هم شدید. اینه که بگم تو تیپ موتور ریس من دستکش و کفشش به این شکله، ولی قسمت کراس کلا سبک لباساش همه چیش فرق داره. خب اگه یکم بیا جلوتر نگاه میکنید که اوکی مثل یه چکمه میمونه، بلنده. چرا باید بلند باشه؟ به خاطر اینکه اگه نگاه کنید سایز قشنگ مچ پا رو بتونه پوشش بده و تو قسمت مچ پا اینجا شما یک محافظ خیلی قوی دارید. خیلی مهمه تو قسمت انگشتای پا که تقریبا بغل پا میشه، اینجا یه شوتسن دارید، محافظ پا دارید. قسمت اینجا برای دنده تهویه شده که شما میخواید دنده بدی، کم و زیاد کنی. و قسمت آلمانیش لوفتنش رو میبینیم، هواکشش رو میبینیم که اگه پا عرق کرد بوی بدی نده. و میبینیم که اینجا هم دوباره یه تهویه داریم، درش هم از اینجا باز میشه، راحت میتونی بپوشی و ببندی. سفت. و حالا میگم مدل‌های مختلف داره. من کل ستمو از برند آلمانی بوزه جمع کردم و شمارهش هم داخلش زده. شماره پا رو حتما باید شماره پاتون باشه، یعنی پا اصلا اجازه بازی نداشته باشه که اگه خدای نکرده لیس خوردی یا تصادف کردی آسیب خیلی جدی به پات نبینه. بریم سراغ کف این کار. کفش یه کف خیلی ساده ای داره. اینجا یه پله میبینیم که به خاطر اونجایی که باید پاتو بذاری قسمت موتور میتونی اینجا استاپ داشته باشی. حالا بعدم توضیح میدم که چجوری باید کفش قرار بگیره روی اون جایگاهش. خب از کفش همه چیشو گفتیم، ولی بازم دارم میگم برای قسمت تریل کلا چکمش و کفشش کلا فرق داره، چون خیلی امنیت اون خیلی دیگه بالاتره، چون تو کوه و دشت و کمر میرن خیلی باید مواظب باشن. خب این از کفشش بود. هر جا که سوال داشتید بپرسید، راحت بهتون میگم. بریم سراغ دستکشش. این دستکش دوباره از همون برنده. نسبت به سایز دستتون باید ببینی سایز من دستکش ام سایز 8 که اگه اشتباه نکنم اینجا باید نوشته باشه. اینجاست سایز 8. دستکش چیش مهمه؟ ما 2 مدل یا شاید هم 3 مدل دستکش داریم. باز دارم راجع به ریس صحبت میکنم، انقدر گفتم سوراخ کرده. 3 مدل دستکش داریم. یه مدل دستکش بلند داریم، یه مدل دستکش اینجا دیگه دستکش درخت دستکش داریم اینجا. حالا من خیلی چیز نمی کنم. یه مدل دستکش بلند داریم، یه مدل دستکش تابستونی کوتاه داریم. و توی دستکش خیلی مهمه که شما از بوکسورا یاد کنیم از سیکناتون بتونه حفاظت کنه و مسلماً از انگشتاتون بتونه محافظت کنه و انتلوفتن داشته باشه، هواکش داشته باشه. دوباره اینجا نشون بدیم. و خیلی مهمه که اینجاش استوپر داشته باشه، لیز نخوره. شما وقتی داری گاز میدی در نره، که اینو تمام دستکش ها داره. یعنی اصلا از ارزون ترین دستکش بگی تا گرون ترین دستکش. این دستکش تابستونیه که کوتاه تا مچو میگیره. این دستکشی داریم که بلنده، تقریبا تا اینجا رو میگیره. از دو جا میتونه صفر بشه، از اینجا صفر میشه دور مچ، از اینجا صفر میشه بالای ساعد. میتونی استفاده کنی. حالا دیگه خیلی خاص‌تر بشه میاد تو دستکش‌های دیگه، مدل تردار و گلدار و دیگه یه دست سیاه باشه و
و اینکه این دستکش‌ها که بهتون نشون دادم تابستونیه، البته زمستونیش هم داره، حالا من تهیه نکردم فعلا. برای تابستون اگه خواستی بگیری ریس داشتین خیلی عالیه. قیمتش هم اگه بخوام بگم حدود از 70 یورو شروع میشه. قیمت کفش رو فراموش کردم بگم، قیمت کفش هم از 150 به بالا شروع میشه. حالا مثلا میگم این یه برند اوکی آلمانیه که قیمتش کفه، حالا دیگه برندهای شارک و ونس و دیگه خیلی برندهای خفنه که حالا حضور ذهن ندارم، میتونه اونا گرونتر باشه، ولی خب نیازی نیست که ما که نمیخوایم که توی پیست رانندگی کنیم. این از دستکش بود. امیدوارم که دوست داشته باشید، ما رو دنبال کنید. خداحافظ.